سلام، حالتون چطوره بچه‌ها؟ من امروز میخوام براتون یه دونه عطر درست کنم. عطری که موندگارش بالا باشه و از اونجایی که قیمت عطر خیلی بالاست ما نمیتونیم هی تون عطر بخریم و پول عطر بدیم. برای من تصمیم گرفتم که یه راه حل خیلی خوب بهتون بگم. نیاز داریم به اسپری های کوچولو و روغن بچه و یه دونه ادکلون. یه ادکلون، هر ادکلونی که داشته باشی. خب مقداری از روغن بچه رو میریزیم توی این، خیلی کم، بستگی به مصرف خودتون داره. بعد عطر مورد علاقتون رو، هر عطر اسپری، عطری که قیمت هر چی که دارید و چند تا پیس می‌ذاریم داخل این. یک، حالا من 5 تا دارم، شما مثلا 6 تا دارم، شما مثلا بیشتر هم میتونید بزنید. بعد اینو تکونش میدی. بعد اسپری می‌کنی روی بدنت، روی لباست. به هیچ عنوان اسپری نکن چون روغن لک می‌ندازه روی لباست. به همین صورت بدنتون هم نرم و لطیف میشه، هم بوی خوبی میدید. فعلا تا برنامه بعد خدافظ. یه چیزی یادم رفت، البته بچه‌ها میتونید با وازلین هم این دوتا رو ترکیب کنید و یه عطر خیلی خوب و موندگاری بالا داشته باشید. هم بدنتون نرم میشه، هم لطیف میشه، هم بوی خوبی میدید. امیدوارم که دوست داشته باشید. فعلا خدافظ.